میدونی وقتی یه گل تنها رشد میکنه شاید آهسته تر قد بکشه، ولی ریشه هاش عمیق تر میشن، چون یاد میگیره از خودش تغذیه کنه، نه از سایه و آب بقیه. آدما هم همینن. وقتی یاد میگیری تنها قدم بزنی، تنها سفر بری، تنها باشی با فکرهات، داری این فرصت رو به خودت میدی که ریشه بزنی، از درون رشد کنی، نه از تایید بیرون. تحقیقات دانشگاه UCLA نشون داده افرادی که هر هفته برای خودشون زمانی برای تنهایی آگاهانه میذارن، تو روابط عاطفیشون همدلی عمیق‌تر و آرامش ذهنی بیشتری دارن، چون قبل از ارتباط با دیگران ذهنشون شارژ و متعادل میشه. رابطه سالم با دیگران از رابطه سالم با خودت شروع میشه. وقتی خودتو بشناسی، عشقی که میدی از کمبود نمیاد، از آگاهی میاد، از ریشه‌ای میاد که محکم شده. گاهی باید مثل همون گل یه مدت تنها بمونی تا ریشه‌هات قوی‌تر شن و بعد برگردی وسط باغ رابطه با آرامش، با رنگ، با عطری که منحصر به فرد و واقعی خودت.